درود و عرض ادب. ایمان صبری هستم. طبق آموزش‌های گذشته امروز هم در کنار شما هستیم به یکی از استراتژی‌های اسکالپینگ در تایم فریم 5 دقیقه بر اساس تولک ها رو با هم بررسی کنیم. موقعی که ما دو تا لگ هم اندازه توی بازار برامون میزنه، مثل این وان لگ و تو لگ، این سبک به چه صورت هست؟ شما میاین منشأ لگ دوم رو پیدا میکنید. این لگ اول، این لگ دوم. منشأ لگ دوم ما میشه اینجا. ما اینجا رو مشخص میکنیم و موقعی که بازار مجدد به اون منشأ، به اون سطح ما رسید، ما میتونیم یک معامله در جهت اون روند داشته باشیم به ریوارد 1. که میبینید خیلی به راحتی توی کندل اول ریوارد 1 ما رو بهمون داده. یه مورد دیگر رو اگر که بخوایم تست کنیم، این وان لگ مجدد لگ هم اندازه، منشأ لگ دوم رو مشخص میکنیم. لگ دوم ما این بوده، منشأش میشه اینجا رو مشخص میکنیم و موقعی که بازار به این سطح ما میرسه، ما میتونیم یه معامله مجدد داشته باشیم بر اساس روند قبلیمون در جهت موافق روند قبلیمون و با یک ریوارد 1 خارج بشیم ازش. استاپ زیر سطح و ریوارد 1. توجه داشته باشید دوستان، تایم فریمی که این استراتژی رو من بک دست گرفتم و کار کردم تایم فریم 5 دقیقه هست و خیلی زود بهتون جواب میده، یا خیلی سریع استاپ میخورید یا خیلی سریع تیپی رو میگیرید و موقعیت های بسیار زیادی هم میده، مخصوصا روی اونس جهانی طلا. امیدوارم که بتونید نهایت استفاده رو ببرید. اگر که سوالی بود در خدمت شما هستم. شاد و موفق باشید.